ویدیو در رابطه با رشد علم و اینکه چطور دارن از زمینه‌های مختلف وارد بحث روانشناسی میشن. یه موضوعی هست، مثلا فرض کنید اگه این تصویر رو ببینید، یه بچه هست که شبیه سازیش کردن، پروژه بیبی ای آی تو اینترنت هست و ما در موردش یه سری هست به اسم Age of AI که تو این توضیح میده که مثلا فرض کنید یه انسان رو تو کامپیوتر شبیه سازی کردن و اینم مغزش و احساسی که نشون میده تو فانکشن مغزش کدوم بخشه که الان تحریک شده، این همه رو به نفع دارن میبرن یا بردن و این خیلی پیشرفت‌های بزرگه. اینا یعنی که شما از روانی میتونید بدونید که احساسی که الان این آدم اگر مثلا داره توهم میزنه، فضایی هست که مثلا یه چیزی درش خیلی شدید میشه، این از کجا میاد. من یه کوچولو برم روی یه موضوعی که مثلا فرض کنید اینجا دیده میشه، این شبیه سازی اوتیسمه. خب که فقط ما میخوایم با من یک کسی که ذهن یک اوتیسمی رو میبینه رو اینجا داشته باشیم و اگه این ویدیو رو ببینین، تو این ویدیو میتونین حالتهای مختلف یه آدمی که اوتیسمیه رو ببینین و تو اون پروژه بیبی اینا رو به نحوی یا الان این کار رو کردن یا به نحوی میرن جلو این کار رو میکنن، چون به وقتی که نیاز داشته باشن این مغز اوتیسمی رو با اون ساختار میتونن اونجا فانکشن ها به هم وصل بکنن، بگن خب حالا چی. ببینید اینجا الان این بچه‌ای هست که مثلا فرض کنید بادکنک دوست داره، چقدر صحبت مادرش باهاش باعث میشه که این رنگ‌ها تغییر بکنه و این به خاطر اینکه مغز اوتیسم هرس نشده است. ببینید بخش هرس نشدگیش یعنی که شما اتصالات خیلی زیادی توی مغز اوتیسمی داریم ولی توی مغز عادی این اتصالات کمتره و می‌بینید مثلا این بخشی که بالا هستن به همه جا وصل نیستن، به یه نقاط خاصی وصلن و این تاثیرش رو این مغز این آدما اینه که خب به این نفع میشه دیگه. یعنی شما فرض کنین تو این ویدیو میبینین دیگه، به محضی که تحت فشار قرار میگیره اون بخش مثلا صدا فعال میشه، بخش تصویرم فعال میشه، چون من وصل و اینجا مثلا فرض کنید بحث مادر باهاش صحبت میکنه، خب بخش دیگه هم تحت تاثیر قرار میگیره و این به خاطر اتصالات دیگه، نه بد نه خوب، فقط مغز متفاوتیه و این بعد ساختارا رو به نحوی توی شبیه سازی کامپیوتر اینا داره. من اینجا یک سوالی در موردش پرسیده بودم که بسته شده، ولی میخوام بگم مثلا فرض کنیم ما شبکه‌های کامپیوتری داریم که همین شباهت داره، مثلا پیکس تو پیکس که یه ساختار کامپیوتری هوش مصنوعیه که تصاویر رو بهش میدی و موسیقی رو هم بهش میدی، روی موسیقی رو تصویر موسیقی رو به نفع اعمال میکنه، یعنی میاد که تصویر رنگش عوض میشه به خاطر موسیقی و اینا رو میبینیم دیگه. یا مثلا مدل دیگه که یه نقاشی کوچولو بهش میدی این کامل میکنه، یعنی مثلا نقد داوینچی اینجوری بوده، یه چیزی میدیده دفعه همون رو شبیه سازی میکرده. یه به نفع ساختار مغزی تو این فضاها این توانایی رو با آدمون میدن که این کار رو بکنن. اینجا فقط گفتم به این مادر که باهاش صحبت میکنه این رنگ‌ها عوض میشه و این نمونه از پیکس تو پیکسه که یه شبکه‌ایه که این کار میکنه. و در نهایت هم به این سم رفتم که بگم خب ما کلی تصاویر اف ام آر آی داریم و مسائل مختلف که میتونه توضیح بده که چرا اوتیسم یه چنین حالتی داره و از اون ورم در نهایت حرف من چی بوده، اینکه بتونیم شبیه سازی کنیم، بعدم روی مسئله دیگه ای که مثلا فرض کنین انسانی بیشتر رو درگیر میکنه، یعنی اسکیزو وارد بشیم. چرا من اسکیزو رو میگم؟ به خاطر که شما یه شرایطی دارین که حالا این ترجمه اگه بیاد یه طبیعتیه که 1000 برابر سریعتر گناه دارن از بین میرن، اینو با ما نقرس شیشم گرفتن. بعد داستان از این قراره که ما کلی مشکل داریم، یعنی الان افرادی که یه مغز فعالی داشته باشن تو این اضطراب زیاد، اتفاقی که براشون میفته شبیه همین اتفاقاتی که تو اوتیسم میفته. یعنی شما یه ساختار مغزی داری که داره از صدا به جاهای دیگه اتصال ایجاد میشه براش و که بعدن زیر اضطرابه. و چرا اینجوری میشه؟ علتش اضطراب زیاده و حالا ما توی مکانیزم دفاعی روانی، یعنی وقتی که شما اضطراب آور محیطی دارین یا رخ داده اضطراب آور دور براتون رخ میده، این به صورت ناخودآگاه مکانیزم دفاعیتون فعال میشه. حالا یکی از این مکانیزم دفاعی تو آدمایی که خیلی هم بالغانه رفتار میکنن نودوستی. حالا فرض کنین کسایی که نودوستن کنارش چی میشه؟ همانندسازی و درون‌فکنی میشه، یعنی ساختار مغزی اطلاعات بخش مختلف رو ترکیب میکنه با هم دیگه. یک دفعه یه ذهنیه که مثلا حالا به شهود میگن طرف میرسه، یعنی آدم استاد بزرگ خیلی خیر به یک استاد قنبلیوف مثلا فرض کنید که شعرم میگه و فلان، به شهودات خاصی میرسه. ولی اینا که نشون نمیده که مثلا فرض کنید انسان خاصیه، که
این آدم همون آدمه ولی مغزش الان رفته تو مودی که مثلا مثل اوتیسم داره ترکیب میکنه با هم دیگه، ولی بر اساس اون توابع خودش داره این رو میسازه، نه اینکه استاد بزرگ تونسته به شهود برسه. این کارا خطا داره. کنارش مثلا فرض کنین نیاز به والایش داره، یعنی خرابکاری میکنه این استاد اینجوریه. از اون ور بعضی موقع بعضی چیزا رو سرکوب میکنه. اگه فرض کنین مثلا مذهبی باشه استاد قنبلیوف بزرگ که کلی هم شهود مهود داره، حالا هر چیزی که تو ساختار ذهنیش نوع دوستیش میخوره، یعنی مثلا مذهب و فلان که استاد شده روش، حالا همه رو میکشه، سرکوب میکنه. استاد بزرگ توانایی شهود هم داره، ولی استاد قنبلیوف بعد بقیه رو تحقیر کنه، بگه مثلا بقیه مذاهب فلان و به همدان همه رو بکشه. از اون ورم اگه صورت همه هم پیدا کنه که یک هیولا دارین دیگه. منتها میگم اینا مکانیزم دفاعی. اگر نوع اصلی مکانیزم قدرتمند نودوستیه، چون اینجاست که شما یه چیزی مثل دموکراسی داری، یعنی از اون درون فکنی همانند سازید به نحویه که میتونی دادای مختلف رو داشته باشی. شما بحثای سنگین هوش مصنوعی اینجا. خب ببینین این آورفیت آندرفیته و اینم که ترجمهش توی AI ما یه بحثی داریم که به ما کمک میکنه که آموزشامون رو کامل کنیم. یعنی بعد وقتی شبکه آموزش پیدا میکنه خطا داره دیگه، بعد داده ها به اندازه کافی باشن تو این بتونه جواب درست بده. و اینا اگر مثلا فرض کنیم مدل ما با مدل اصلی، یعنی جواب اصلی که داریم درست کار نکنه و درست جواب نده، ما بررسی میکنیم چرا اینجوری. بعضی موقع داده انقدر زیاده، بعضی موقع داده کم. مثلا بچه دانش آموز که بهش درس کمی دادیم مورد لغتی جواب میده، نمیتونه واقعیت رو خوب درک بکنه. بعضی موقع ما داده زیاده که این گیج شده و آموزش خوب ندیده، این معلم خوب درس نداده، بهش بیش از حد زیر فشار برده، نکات مهم رو نداده، اینم گیج شده دیگه. همین شبکه به هم وصل شده، مثل مغز اوتیسم، حالا همه چی با هم درگیر میکنه. ببینید جالبه، مثلا پرسش میشه که اوورفیت بدتره یا آندرفیت. اوورفیت یعنی بیش از حد داده بهش بدی، و چون ای آی داره بیش از حد کار میکنه میگه که اوورفیت بدتره. یعنی یه انسان ممکنه که وقتی داده بهش زیاد بدی خسته بشه بره کنار، و ای آی این کارو نمیکنه، ادامه میده. و این یعنی که میگه هیچ حدی هم وجود نداره، ما میریم جلو همینجوری داده رو تحلیل میکنیم، کل شبکه از کار میفته، داغون میشه. آموزشایی که بعد میدیدیم و درست نمیبینیم. یعنی و اگه یه نفری داشته باشه که بیش از حد فعال باشه، بیش فعال باشه، اون وقت ممکنه که مثلا تحلیل زیاد بکنه، غلط خورد در بیاد. حالا در مورد منم ممکنه باشه، ولی خب میخوام بگم ما این داده رو من به این هوش مصنوعی دادم که این رو بیاد رو بحث مکانیزم دفاعی روانی تحلیل بکنه که در فکنی همانندسازی خودش میتونه یه مشکل باشه و چرا مثلا نودوستی به ما کمک میکنه که این در فکنی همانندسازی توی افراد بهتر بشه. یعنی استاد قنبلیوف عرفا و نمیدونم خلسه و نمیدونم چی بعد در فکنی همانندسازیش که میخواد به شهود برسه باید بتونه کنار نودوستی داشته باشه. مذهبی که میگه من برترم و استاد قنبلیوف من نمیدونم همه رو دیده و نگاه دیده و بالا پایین رو دیده، بعد میخواد سرکوب بکنه، اون چیه آندرفیت، یعنی آموزش کافی ندیده و نودوستی نداره. و اون هم که خیلی نودوستی داره، مثل بودایی که بزرگ استاد بزرگ فلان و همدانه، اوورفیت شده، یعنی نمیتونه مسائل حل بکنه، گیر میکنه اون وسط. و چی میشه؟ هیچ حدی وجود نداره. شما با عنوان عشق به مثلا طبیعت خیلی آنچنانی میری جلو، میگه همه چی، بعد میبینی که میره میگه خب گربه منو، ببر منو بخوره، یا مثلا یه چیز عجیب غریبه دیگه، ساختار از کار افتاده. و ما مشکلاتمون رو میتونیم با همین سیستم علمی بریم جلو. این حرف تسلاست دیگه. حالا من هدفم اینه که یه چیزایی رو توضیح بدم که مثلا فرض کنید توی جامعه فارسی معمولا میگم استاد قنبله‌فیاش مشکل دارن دیگه، اگر نه که اینا بیس اصلی شهوده. و سعی کردم اینجا بگم که ببین اون مکانیزم دفاعی که اینجا ما داریم به اسم همانندسازی و درونفکنی، الان اگه ما از متوجه نباشیم رو نودوستی ست نکنیم جامعه‌مون رو، یا اینکه مثلا درست متوجه نشیم که چه چیزی باید سرکوب بشه، دچار مشکل همین آموزشی میشیم، یعنی به سمت غلطی میریم. و چرا این باز مهمه؟ به خاطر اینکه ما یه مشکلی تو طبیعت داریم که استرابه میره بالا و در کل مجبور میشیم به این سمت حرکت کنیم. یعنی ما به صورت خودکار این مسئله رو داریم که ذهنمون فعاله و داره این استراب رو میگیره. تقریبا گونه‌ها دارن 1000 برابر بیشتر فعال از بین میرن و کل اطلاعات دیگه. بذار این کتاب هست، این کتاب اگه ببینین، این کتاب در مورد این که استراب چطور پخش میشه، یعنی مثلا مثل یک گیاه که تو طبیعت بقیه گیاه‌ها اگه کنارش باشن این مریض باشه، گیاهای دیگه هم این حس میکنن و مریض میشن. به نحوی
این درونفکنی همانندسازیه دیگه، به نحوی طبیعت اینجوری کار میکنه. ما حالا به دلایلی مثل فیزیک کوانتوم و چیزا به نحوی در ارتباط با یه محیط اطرافمون شکل میگیریم، تغییر میکنیم. و حاصل آزمایشگاهی لابراتوار روانپزشکی، یعنی قشنگ دیدن که اگر یک نفری مثلا یه بخش از مغزش فعال، یه جوری اون داره با عنوان شهود یا نبوغ یا هر چیزی میگیره، مثلا یه سازنده یه کاریه یا داره به چیزی فکر میکنه، یه نفر اطرافش هم اونو حس میکنه. و این داره میگه که مثلا چطور صدای درونی یه نفر از کجا میاد، یعنی صدای مغز. و اینا برمیگرده بازم میگم به این حالتایی که توی اینجا در موردش گفته شده. یعنی مثلا یکی که صحبت میکنه باش، با خودش داره صحبت میکنه، تو محیط یه اضطرابی وجود میاره و اون آدمی که ذهنش فعال تره این اضطراب رو تبدیل میکنه به یه تصویر. یعنی مثلا فرض کنیم و بعد اون رو مثلا فرض کنیم رو بدنش تاثیر میذاره دیگه. یعنی به نحوی حتی این دیالوگ هم اگه نباشه، این اطلاعات توی به صورت ناخودآگاه تو زمین ناخودآگاه ما هست، تو خواب‌ها، خیلی جای دیگه. من ازش خواستم که بگه که فرآیند شهود ما با اوورفیت آندرفیت و این مکانیزم‌های دفاعی ناکارآمدی که اینجا میتونه ایجاد بشه رو توضیح بده. اگه باز خوب نگرفتین، صحبت از اینه که ما در اثر اضطراب بالا توی محیط به صورت ناخودآگاه یک سری مکانیزم‌های دفاعی رو اجرا می‌کنیم. یعنی اضطراب که میره بالا، مکانیزم‌های دفاعی میره بالا و ما مجبوریم که به این سمت یه چنین چیزی بریم. بخشی از جامعه‌مون هم به این سمت میره. یعنی اون گروهی که نخبه ها هستن، اون گروهی که مثلا فرض کنین هنرمندا هستن، به این سمت میرن دیگه. خیلی راحت نگاه بکنین، خیلی از آهنگا و خیلی از چیزا میینه از طبیعت داره میاد. حالا این اگر نرم‌فکنی همانندسازی درست نباشه، یعنی نودوستی تو اون گروه نباشه، اون گروه فرض کنین مثلا یه گروه سرکوبگری باشه، چی میشه؟ اطلاعات درست نمیگیره، آندرفیت میشه، مثل آموزشی که ناکاملی معلمی که درسشو کامل نمیده به بچه‌ها. اگر هم خیلی نودوست باشن، میگم مثلا فرض کنید مذهبی که میگه بقیه بدن و باید کشته بشن و من برترم و خودشیفته بازی در میاره. اگر هم خیلی اوورفیت بشه، داده زیاد بشه، داده بشه، با نودوستی خیلی بالا همراه باشه، خب مثل استاد بودایسم قنبالیوف، حالا همه چی میگیره دیگه، همه چی رو میگه بعد همه کار بکنیم، رنج بکشیم، له بشیم، از صد فلان بشیم و هیچ چی دیگه. شما بعد مثلا ببر تو رو بخوره. و اینا مشکل آموزشی ماست. حالا اینا کلی تکنیک هست. شما وقتی که یه سیستمی داری که داره اوورفیت میشه، رو کدوم مکانیزم باید برین؟ من از همین روش‌ها دارم میگم. اینجا مثلا فرض کنید در مورد جلوگیری از اوورفیت، یعنی استاد بودایی که میگه همه کار انجام بدیم و له بشیم، میگه که چیکار بکنین؟ منظم سازی بکنین، زندگیتون نظم بدین. اونا احتمالاً بودایی هم همین کارا رو میکنن دیگه، دیدین که به نحوی به این سمت رفتن، نمیتونن چیزای متفاوتی برن، ولی خیلی بیش از حد نمیتونیم مثلا فرض کنید به سمتی بری که نودوستی خیلی زیاد باشه. هرچند که نودوستی خودش یه داده خیلی زیادی به وجود میاره، چون طبیعت به شدت وقتی نودوست میشی به شدت باز درونفکنی همانندسازی از خیلی از چیزای دیگه میشن به صورت غیر مستقیم، اونا سعی میکنن بهت کمک کنن و یه جوری حدی نداره، شاید مثلا فرض کنید خطا هم نداشته باشه. اینجا مثلا فرض کنید میگه که تعادل نیازه، از اونم حتی محیط نادرست. یعنی مثلا فرض کنید اگه یه محیطی داشته باشین که درونفکنی همانندسازیش خوب نباشه، این عدم تعادل به وجود میاد. یعنی شما وقتی جابجا میشین، وارد مسئله دیگه میشین، مثل همین مثلا از ریاضی به یه فیزیک میرین دیگه، نمیتونین مسئله حل کنین. مثلا نظم یه جوریش مثلا فرض کنید حتی تابع جریمه است دیگه. بعضی از اینا میگم خود همین جریمه در بودا و در مذهب و اینا به یه نحوی هم همینا بوده. یعنی اینا سعی میکردن که سختی به خودشون بدن که بتونن سیستمشون رو نظم بدن که بیش از حد زیر فشار اگه قرار میگیره نتونه دوچار همین اوورفیت نشه. ولی هم میگم داده رو ببینید اینجا. ببینید ای آی اومده گفته که به زبان روانشناسی هوش مصنوعی ترکیب کرده. گفته نودوستی میتونه یه جوری داده ها رو زیاد بکنه، از اون برم سرکوب گفته همون نظم میتونه باشه. یعنی شما فکر و احساستون رو چی میکنین و در نهایت اینا تکنیکایی هستن که آموزش رو تعادل میدن بهش و گفته میتونه استفاده بشه برای مشکلاتی که توی این قضیه وجود داره. من چون این رو توی گروهای زیادی حس میکنم، میگم اوتیسم و اینا مسائلشون یه جوری به این مسئله مغز هرس نشده ربط داره که فکر کنم آره دیگه. اینجا میبینین دیگه الان یه مغز عادی رو با یه مغز اوتیسمی اینجا تصاویرش هست.
یعنی میزان ارتباط سازی اینا خیلی بیشتره. از اونورم مثلا اصلا شهود یه جوریه که سمت چپ مغز رو فعال میکنه. حتی مثلا فرض کنید کسایی که چپ دستن بیشتر زیر این فشار قرار میگیرن. یعنی به صورت کلی، نه سمت راست بدن، ببخشید اینجا سمت راست و این چپ دست رو برعکس. آره اینا رو بیشتر درگیر میکنه و اینا دوچار چیزایی میشن مثل اسکیزو حتی. یعنی این ویدیو تو اینترنت در مورد اسکیزو و تو سایت تیک هم هست، در مورد صحبت میکنه چطور از این فرآیند آموزشی توضیح میده که چطور ما رفتیم به یه سمت شهود. یعنی اسکیزو یه جوری مغز انگار درش باز میشه و کلی محاسبه یه دفعه وارد مغز میشه. ولی حتی این، حالا بزنین چیزاشو بخونیم. اینا زیرنویساشه. خب مثلا میگه من صداهایی تو ذهنم داشتم اسکیزو و از این حرفا. در نهایت هم میگه که هیچی، رفتم جلو و بعدا هم آخرش میگه که نمیتونین کسایی که دیگه حالا اینا رو فهمیدن و جامعه‌ای که داره میره جلو نمیتونین عقب بزنین. یه کسی که مثلا داره در مورد مغز خودش، ساختار مغزش میدونه و دیگه متوجهه که چه برای سرش اومده و چه اتفاقی افتاده، نمیتونین تحقیرش بکنین. و داره میگه که من مثلا یه جنبشی رو انداختم که اونهایی که جنبش شنیدن صداست، یعنی داره از همین مغزی که در اثر چی، در اثر یه وضعیتی که من اینجا گفتم دیگه. یعنی مثل این که همین کتابی که الان یک کتاب علمیه دقیقا میگه اینر وایس از کجا میاد، صدای درون حاصل اضطرابی که از بیرون میاد و قشنگ راجع به اینو صحبت میکنه. اینجا این در موردش میگه که ما اینا رو متوجه شدیم. یه آدمیه که از مسیر اسکیزو رفته و در مورد خودش توضیح زیادی میده. من توضیح میکنم، ویدیو رو هم ببینین. و یه چیز جالب توی اینجا هست که میگه مثلا من رفتم بشه دامشناسی، از اونم میگه که توی امتحانام یه جوری از این شهوده استفاده میکردم. یعنی شاید مثلا اگه یکی کنارش جواب میدونسته، این استرابه پخش میشده به صورت یه چیزی تو محیط و اینم میگرفته مغزش و این چون آموزش زیادی دیده بوده، یعنی کنارش این بحث اینجا بود دیگه، در اون فکر کنی همون اساسی خوبی داشته و اوورفیت و اندرفیت نشده، تعادل داشته، مکانیزم دفاعی قوی داشته دیگه. یعنی اینجا در اون فکر کنی همون اساسی که صحبت ازش میشد به دلیل چیزی مثل نودوستی که مثلا تلاش میکرده حتی اینا رو برای دیگران بیان کنه، یه جوری دسترسیش به این آموزش‌ها بیشتر بوده و حسش نسبت به محیط اطراف سرکوب نمیشد، یعنی آموزش بهتری ده. من حس می‌زنم چیزی مثل اسکیزو یا موارد این چنینی اگر همراه با یه چنین تلاشایی باشه به یه درجه بالا میرسه. یعنی اگر متوجه باشن. و از اون منم در مورد چیزی گفتم به اسم بیبی ای آی که میخوام بگم اینا دارن به این میرسن. حتی ما بذاریم چیزی به اسم بیبی ای آی که مثلا بی بی سی راجبش پست گذاشته و تصاویر حالا سایکولوژی و مغز اینا داره، اینا دارن به این سمت میرن که اینا رو شبیه سازی کنن. حتی مثلا فرض کنین یه کاری بکنن که این بچه بدونی که مثلا در محیط اطرافش دادی باشه این رو بتونه شهود نشون بده. من یه چیز عجیب بهتون نشون بدم که اینجا توی پست انگلیسی نسل 4 هوش مصنوعی شهود رو داره نشون میده. این دارین به این درجه میرسن و بعد اینکه مواظب خودتونم باشین، بخاطر که تو این موقعیت‌های خاص ما دستکاری بیرونی هم ممکن داشته باشیم. یه چیز عجیب‌تر هم بهتون نشون بدم. ببینید اینا مثلا هوش مصنوعی نوشته در کمال هوش و شهود چه اثری داره. بحث اخلاق خوشش به وجود میاد دیگه. سیستمای در این سطح باید، حالا حتی عرفان رو هم یه نوعی از این سیستم می‌دونیم که ناکامل بوده، یعنی نتونسته درست بره یه مذهب، ولی سیستم علمی چون خودش رو بروز می‌کرده اوورفیت ممکن است بشه، ولی خب چون کار میکنه میره جلوی آندرفیت نمیشه، یعنی آموزش کم نمیبینه. ولی اون عرفان اینا استاد قنبلیوف بازی و خودشیفته بازی داره و کامله. از اونم این یکی رو اگر ببینین، اینجا صحبت از اینه که خب ما کیاس و یعنی آشوب و استراب با بحثای در فکرنی همان اساسی ترکیب کردیم و نیاز اصلی که باید مثلا فرض کنین آدمو نسبت بدونن اینجا من گذاشتم. ببین حتی مثلا فرض کنید وضعیت آشوب و همزمانی که مثلا فرض کنید استاد قنبلیوفای عرفانی میگن الان شما کائنات باهاتون همراه میشه، اینجا تو مقالات داریم. خب و از اون ور چیزی مثلا فرض کنید تجربه های خاصی که توی روابط ایجاد میشه، یعنی آدما به خاطر اون در فکنی همون اساسی و نودوستیشون یه رابطه‌ایش عمیق با هم به وجود میاد که خیلی هم با ارزشه.
ولی مسئله ما توی این قضايا اینه که یک گروهی داریم که اینا رو ناکامل انجام میده و نمیتونه به شفقت برسه. یعنی ترکیب درستش رو نمیبینم. سیستم علمیه که اینو خودشو به روز میکنه و عشق هم یه مسیر رشد داره. یعنی اگر تو این فضا هستین بعد بدونید که خب متوقف میشه. توی این شعرها یا موسیقی اینا رو میبینین دیگه. یعنی موسیقی و هنر این مقدار جلوتر میره. ولی من سعی کردم اینجا در مورد این مسائل بگم که چطور مثلا شما از ترکیب چند تا علم با هم دیگه میتونید به درکی نسبت به این قضیه برسین که جلوی استقبالیوف مذهبی که میخواد بگه بقیه بدن بگه بکش، یا مثلا کاپیتالیسم و نگاهی حتی سیاسی که اونم به نحوی درونفکنی نداره ولی سرکوب خیلی قوی داره، یعنی نودوستیش هم پایینه، خارج بشین. و که اجتماع ما هم یه جور موجوده مثل انسانه که یه جوری حتی شبیه سیستم دفاعی بدن میتونیم باید سیستم ایمنی تشخیص بدیم. و اینجا باز من در موردش پستی نوشتم که مثلا فرض کنید سعی کردم بگم حتی این یه پست به زبان انگلیسیه که ویدیوش هم تقریبا هست، مال مؤسسه به اسم IFTF که در مورد چی صحبت کرده، در مورد سیستم ایمنی شناختی. این ویدیوشه خیلی قشنگ گفته که ما چطور برای دموکراسی بهتر یه سیستم ایمنی بسازیم. یعنی بدن رو که سیستم ایمنی دفاعی داره مثلا بی سل تی سل یه جوری آوردن تو بحث سیستم‌های اجتماعی و بحث روانشناسیش هم میارن دیگه. اینا پشت زمینه کارهای مختلف سیستم علمی. از اون ور میخوام بگم شما اگه فرض کنید یه گروهی داشته باشین که نودوست باشه، اینا چه خطاهایی داره. یعنی شما وسط کار داستان همدلیتون میتونید یعنی در فکنی همانسازی و نودوستیتون آسیب میبینین به خاطری که مکانیزم سرکوب کافی ندارین یا اوورفیت یا آندرفیت میشه. یعنی حتی به عنوان نابغه ممکنه این مقدار زیادی مشکل پیدا بکنید. تو روابط اجتماعیتون هم، یعنی روابطی که دوستی دارین هم این مشکلات پیدا میشه و خیلی همون اینجوری داریم دیگه. مثلا ببین یه نفر یه جوری سرعت عاطفی داره، قد غم غصه داره که یکی که همدل باهاش اینو حس میکنه از روح دور کلی هم اذیت میشه. برای همین مرزبندی ها مهمه و اینجا نقشه‌های ذهنی رو گذاشتم که به نحوی به شما میگه که مثلا فرض کنین اگر یه جور نودوستی و همدلی زیاد دارین، مفرط حالا اینجا نوشته گفته که چی کار بکنین و در موردش تحقیقات میکنه و بذاریم من همجوری ببینم این پست جالبیه که راهکار ارائه میده دیگه. در کل هم اینو بررسی میکنه که روابط بین فردی رو، این موضوع رو چطور در نظر بگیریم. اینم به نحوی به همون درونفکنی بس داره و حتی نظرسنجی رو گذاشتم که مثلا افراد آیا این مسئله رو برشون هست یا نه. چند تا تکنیکش رو فقط من فرض کنیم بیارم اینجا. نودوستی بیش از حد چه تأثیر رو آدما داره و باعث میشه که اعتماد به نفسش کاهش پیدا بکنه و مثلا فرض کنید این به نحوی حالا باعث میشه که سرکوب کنه. یعنی نودوستی بیش از حد نمیتونه رخ بده، مجبور میشه ما سرکوب کنیم و درونفکنی همانسازی میاد پایین دیگه. یه موقعی مکانیزم دفاعی پایینی داریم. بعد من اینو تو روابط خانم‌ها بیشتر میبینم، مخصوصا زمانی که یه کسی باشه در شاید سخت باشه اونا بخوان کمک کنن، یا یه جامعه‌ای مثل الان که زنان فعال میشن و این جامعه میخوان فعالیت بکنن، خیلی مهمه. و اینجا مثلا فرض کنید من برای موقعیت خیلی خاصی که توجیه پذیرم هست اینو گذاشتم که یه فعالیت محیط زیستی که مثلا یه نفر میخواد کمک بکنه و این عوامق منفی همدلی بیش از حد اینجا گذاشتم. کلی اطلاعات فقط کوتاه خلاصه بخوام بگم اینه که اینا زمینه‌هایی که علم اگه وارد بشه و شما چند تا چیز با هم ترکیب بکنین کلی مسیر خاص پیدا میکنین و انجام هم نمیشه معمولا. یعنی آدم انقدر نودوستن و انقدر دوستای مثلا فرض کنین هستن که زحمت میکشن اینا که زیر اون فشار مسائل گم میشه و مسائل مختلف رو هم سوار میشه، ساختار روانی زیر فشار قرار میگیره و اتفاقی که میفته اتفاقاتیه که ما باید نسبت بهش بدونیم دیگه. بعضیا اینا رو به صورت علمی مؤسسات بررسی میکنن، مثل این مثلا یه سیستم ایمنی اصلا تشخیص میده براش، و بعضی هم حالا مثل من که الان داره یه جور هشدار میده راجع به اینا صحبت میکنن و درست هم کار متخصصاست که نیستن دیگه. شما بگین کجا هستن که من دنبال اونام. یه گروه مثلا روانشناسی باید اینا رو بیاره صحبت کنه و این سازوکارهایی که الان توی این مکانیزم دفاعی میارم که ناخودآگاه در بر اضطراب رخ میده
پس اینجا ممکنه خطا داشته باشه، یعنی شما به خاطر اینکه نمیتونین مجموعش سرکوب میشین و نودوستیتون ناکامل میشه، در فکنی همانندسازیتون هم آموزش کافی نمیبینین، دچار همین مسائل مثل خیال پردازی اینجور مسائل میشین و این نمونه هایی از میگم یه چیزی مثل اسکیزو میشه که در اینجا بود. این نمونهش بود که تو تتاک صحبت میکرد و بالا پایین میپره طرف که بفهمی که چی به چی و سعی میکنه اینو دوست داشته باشه اونو دوست داشته باشه و نودوستیشو ببره بالا در مورد طبیعت اینا، که در کل استاد قنبلیوفای زیادی واسطن این وسط که آدم ها رو به سمت منافع جمعی یا منافع گروهی خودشون بکشن که سیستم علمی بهتر جواب میده. من حتی توی انجمن انگلیسی رو صحبت کردم که مثلا فرض کنید اوتیسم رو چطور ما بیایم با شبکه‌های هوش مصنوعی هست اینا رو ترکیب کنیم و کامل نیومده ساعت چطوری مکانیزماشو در بیاریم ولی دیگه پروژه ها میگم اجرا شده مال خیلی وقت پیشه. یعنی یه چیز مثل بیبی آی اومده، اگه عکساش بیاد اینجا میبینیم که بذاریم صبر کنیم. الان اینجا مثلا من گفتم این تصویری که این آدم باهاش صحبت میکنه مادرش، حالا اینجا چی میشه؟ شبیه یه شبکه میشه که به اسم پیکس تو پیکس، یعنی این شبکه‌های مدل‌های هوش مصنوعی میتونه موسیقی رو تصویر اعمال کنه، یعنی شما میتونید تصویر داشته باشین که رنگش عوض بشه با موسیقی، یعنی همینطور که این جایی که براش خیلی مهمه یعنی بادکنک دوست داره اینا دفعه رنگش عوض بشه، بقیه تصویر عوض نمیشه. و این توضیح دادم که چطوری اینجوریه، بعدم اگر هنگ نکرده باشه گوشی من بقیه‌اش هم اینه که ما کلی داده داریم در مورد مغز که همون تصاویر افمرای اینا هست که فانکشنال نشون میده که این بلاها چطور میاد، ولی خب نگاه هوش مصنوعی به ما مثل چیزی مثل این پروژه بیبی آی خیلی خاصه، یعنی شما به محض که یک شبیه سازی کلی داشته باشی و این رو هم بدونی که این مدلی از اون مدل شبکه پیکس تو پیکس میتونی ساختار دفعه عوض کنی، بعد شبیه سازی اوتیسم داری، شبیه سازی اسکیزو رو داری، شبیه سازی مدل مختلف و بعد میتونی درمان هایی که گفته میشه رو تو اون اجمال کنی. حتی اگر ببینین مثلا فرض کنین اینجا هوش مصنوعی توی این درخواست میاد در مورد در مورد مقالاتی که درمان‌های اسکیزو رو معرفی میکنن صحبت میکنه که درمان‌های شناختی با اجتماعی فیزیکی و به صورت خلاص هم میگه دیگه داستان چی. یعنی صحبت من این بوده که سوال من از هوش مصنوعی این بوده که یه چیزی رو در مورد خرد و درمان اسکیزو به من بگو، یعنی ببین مقالات کدوم مقالات گفتن که خرد درمان اسکیزو، چون نگاه ما نسبت به اسکیزو هم به نظر میاد درست نیست. یعنی اینجا تو این میگه دیگه، میگه ما جدا خودمون اصلا اینر وایس درست کردیم مثلا، یعنی آدمایی که درکشون نسبت به دنیا مثل اوتیسم متفاوته و نیازه که بالاخره شبیه سازی و خیلی چیزای سیستم رو داشته باشیم. یه مقداری مغز تحت تاثیر اضطراب محیط، اضطراب هم هست نمیشه، شما باید آموزش ها رو درست بکنید، اطلاعات رو بدی که اگر مثلا فرض کنید توهم یا یک داده به وجود میاد این از کجاست، از اون نگاه مذهبی که سرکوب کرده یا اینکه تو بیش از حد نودوست شدی و داری همه چی رو میگیری تحلیل میکنی، بعد این تنظیم ساختار مغزی تو ممکنه به هم بریزه، تو به هر سمتی بری و نیاز داری که بعد جا نظم بدی به کارت، یعنی روی یه چیزی فوکوس کنی یه کاری رو انجام بدی. برای همینه که مثلا بوداییسم ها یه جوری اون رو میبرن مثلا تو کار نظافت یا کار دیگه، یه کاری که خیلی ساده هم هست همه میتونن انجام بدن، یعنی میبرن به سمتی که در دسترس همه باشه که یه فرآیند آزاد و ساده باشه. و توی حتی مثلا فرض کنید کار عادی این یه جوری کار داوطلبانه است، زندگی ما اینجوریه، کسایی که مثلا تو کشور دیگه هستن کار در روز یا در هفته این کار میکنن دیگه، استرابشون به نحوی کمتر میشه به خاطر که این نودوستی بالا داره. ولی کسی که مثلا فرض کنید حرف میزنه کاری نمیکنه، استاد قنبلیوفی که صبح تا شب ادای خودشیفته دارم در میاره که من همه چی میدونم و نمیدونم، به این از من سوال بکنین، این نودوستی تو کارش نیست و سرکوب داره میکنه، همه هم داره از بین میبره و اون نودوست اون در فکرنی همون سازیش آندر فیت میشه، یعنی آموزشش ناکامل میشه. برای همین بعد از این مدت شروع میکنه به خرابکاری به صورت ناکام، خیانت میکنه، مثلا فرض کنید دروغ میگه، فریب میده. حالا من یه نمونهش میگم مذهب دیگه، برین توش پیدا کنید چقدر از همین 124000 تا از این استاد قنبلیوفیا خیانت میکردن به بقیه و دروغ میگفتن، فریب میدادن، بعدم
از روش‌های مثل رنج کشیدن اینا استفاده می‌کردن، مثل همون کاری که بوداییسم میکنه که بتونه سرکوب کنه، یا اینکه نمیتونستن نودوست باشن. اگر میتونستن نودوست باشن باز متفاوت بوده، اونجا باز بالاخره یه حد و مرزی داره و سرکوب داشتن. اینا طبیعت این ساختار برای اینکه بتونه داده ها رو درست بگیره، اضطراب و محیط رو تحمل کنه. اینجا هم دنیای ما الان پر از اضطراب شده. من دیگه زیاد حرف زدم، عذرخواهی میکنم. نیاز ما به سیستم تخصصیه. یعنی اگر ببینین تو این سوال هم همین بوده، ولی خب چقدر فاصله وجود داره راجع به این مسائل. یعنی اینجا سوال به زبان انگلیسی ترجمه انگلیسی بوده، چقدر فاصله وجود داره، هیچ کاری هم نمیشه. یعنی ساختار روانشناسی من اینو توی اکانت خودم مثلا توی یک از سایت مدیوم گذاشتم و همه سالا بسته شده. اگر ببینین چیکار شده، تو انجمن سایکولوژی بوده، همه not found شده، ولی خب برای اون نویسنده که هست. یعنی اگه ببینین این searching for Freud simulation و چی اوتیسم و اینا داره توش کلماتش، و لینک هم بسته شده، ولی سوال هست دیگه. خب اینم ببینید که من میگم سوال توی انجمن انگلیسی بوده، میبینین سایکولوژی نوروساینس که بسته شد دیگه، ما کاری نمیتونیم بکنیم دیگه. اینجا که میبینین سوال بسته شد، همون سایکولوژی نوروساینس. و اصلا میگم گروه تخصصی باید بیاد، اونام که دارن میبندن از داخل و بیرون و خارج رو، به جای که برای کار بکنن. دیگه ایران ما تاریکه، متخصصش هم رها کردن و این وضعیت ایجاد میشه دیگه. شما در بود بین‌الملل هم خیلی نمیدونن، اونم که میدونن دارن با این داستانا برای خودشون لابراتواراشون میچرخونن و این کتابایی مثل این می‌نویسن، اینا رو میسازن. کتابی مثل چتر واستمتر می‌نویسن که هشداره برای اینکه ما داریم میدونیم که چی به چیه. و شما اگه که بنویسی مثلا فرض کنین یک چیزی رو زیاد هم بنویسی در مورد اینا، اینکه مثلا حالا اینکه خانم‌ها زیر فشار قرار میگیرن به خاطر که شهودشون قوی تره و مغز دو وجهی دارن و باید حتما حواسشون باشه به این قضایا که تئوری آشوب، همزمانی و اینجور حالا مسائل دیگه روی استاد قنبلیوفا خیلی تاثیر میذاره و اینا عرفان بازی در میارن و مسخره بازی. و حالا بزنین آهنگ گوش بدیم دیگه، حواستون باشه که کجای کاریم. این پسته بوده دیگه. شاید که شانس بیاره، بوسه بزن رو لبها، عشقم یه جور قماره، دل بازی گوش تو قدم سازی میگیره، مثل خاج و دل و پیر تو رو بازی میگیره. یاسر به شاخه سرباز قمار باز قمار باز قمار باز نهاده نهاره یه هشتا گرفتم به بازی سر نداشتم. یاسر به شاخه سرباز قمار باز قمار باز قمار باز نهاده نهاره یه هشتا
میترسم از عشق تو چون عاشق قماری میترسی عاشق بشی همیشه در فراری تو آسمون عشق منم مثل پرنده برای دل سپردم منم آس برنده دل بازی گوش تو قلم سازی میگیره مثل خواج و دل و پیر تو رو بازی میگیره خب خسته نباشین تا اینجا دیدین ویدیو رو، واقعا هم جالبه. هدف اصلی اینه که به این سمت بریم که بتونیم درک داشته باشیم نسبت به خودمون و این واسط قنبله‌ای ما رو گروه نزن دیگه. وقتی شما نگاه علمی داشته باشین دور و بر استاد قنبلیوف نمیدید. من یه آهنگ چیز خیلی دوست دارم، آهنگم گوش بدیم یا خودم گوش میدم من دیگه، فقط شما نمیخواید گوش بدید. علیزت خیلی وقت پیش آهنگ من کودکی زمان بچگی شاید 20 سالگی 15 سالگی گوش میدادیم و خیلی جالب بود. حالم یادش افتاد. 19 millions d'albums vendus dans le monde. Ce soir, c'est la Isla Lolita qui nous rame de son nom. C'est Alizée, la Isla Bonita. Last night I dreamt of Solfeggio. Just like I شاید آرزوی ما اون روزا این بود که جامعه فارسی به اینجا برسه. الانم آرزوی منم همینه، یعنی بتونن حداقل رابطه‌های خوبی داشته باشن، چون که بالاخره آشوب زیادی داریم و اینم بخش از زندگیه. و استاد قنبلیوفیا رو بزن کنار، مذهب و اون بخشای از اون سیستم‌های سیاسی که نودوستی پایین داره، سرکوب قوی داره، مثل جامعه من سالار سمی و خیلی از چیزای دیگه. و زنان اگر نسبت به این مسائل هم آگاه باشن استرابشون کمتر میشه، یعنی به خاطر که اینا جسمانی سازی داره و خیلی از مسائل دیگه. و خیلی حیفه که گونه‌ای که این همه میتونه زیبا باشه تو هنر و اینا خودشون نشون میده بیفته توی دست یه عده‌ای که یا با نودوستی زیاد میگن مثل بودایی ها اینا رو یه جوری اوورفیت میکنن، یا اینکه مذهبیایی که آندرفیتن آموزش کامل ندارن میگن همه چی ما میدونیم و گاد ما و همه چی و دانایی داره، و حال که اون طبیعته. اون عامل اصلی این شهود یعنی در فکنی همون انسازی که تو مکانیزم‌های دفاعی طبیعت. وقتی هم که فشار زیادی روی منطقه میاد، استراب در اون منطقه زیاد میشه، عاملش به صورت مثلا فرض کنین یکی آرمگدون درست میکنه تو مذهبش، اون مسخره بازیایی که حاصل سرکوب اون دوران اونجا بود. یعنی اونا فکر میکردن که آینده این میشه، ولی اینجوری نیست. یعنی ما بر اساس اون دمفکنی که خود کوش طبیعت زمین دنبالشه یه چیزایی رو میاریم، تکنولوژی و چیزای دیگه که دنیامون تغییر بده. ولی مهم اینه که هم زندگی هم بکنیم دیگه، کنارش خوب زندگی کنیم و این عشق و نودوستی رو ببریم بالا و تواناییش رو داریم دیگه. من خیلی حرف زدم، خودم هم استاد قنبلیوف میشم، به عقل بدرود، خورچلیوف میشم. اینو من گوش میدم و یک از دوستانی که به حال زیر فشار، خیلی از دوستانی لحظات زیر فشار، ولی منبع اصلی اینو بعضی از عزیزانی هستن که کلی هم لطف داشتن. و ببینیم
have so high. From my heels and stain my eyes. Your Spanish lullaby. I want to be where the sun rises.